سلام، وقتتون بخیر. این اولین ویدیوییه که من مستقیما برای یوتیوبم ضبط میکنم، به خاطر اینکه یه سری سوال داشتین از من توی اینستاگرام و دوست داشتم که جواب کاملتری به این سوال بدم. به همین خاطر این ویدیو رو ضبط میکنم که سوالات شما رو در واقع جواب بدم. توی همین یک هفته دو هفته اخیر من یه پستی گذاشتم که خیلی وایرال شد و کلی زبان آموز جدید گرفتم از همین صفحه اینستاگرامم و خیلی خدا رو شکر میکنم که شما اینقدر اعتماد داشتین و ثبت نام انجام دادین و خیلی استقبال کردین از کلاس ها. حالا یه سری از شما مدرسین عزیز از من سوال داشتن که خب چطوری کارمون رو به صورت خصوصی شروع کنیم و چطوری زبان آموز جذب کنیم. اولین مرحله اینه که نترسین و فقط شروع کنین. اولین مرحله ای که شما قراره که انجام بدین اینه که حالا یک فضایی رو برای تبلیغات برای خودتون داشته باشین و اونجا سعی کنین که خودتون رو خوب پرزنت کنین. حالا میتونه توی صفحه اینستاگرام باشه، میتونه توی یوتیوب باشه یا حالا هر برنامه دیگه‌ای که خودتون باهاش راحت ترین. حتی بعضیا تو کانال های تلگرامی یا حتی پیام رسانه‌های داخلی فعالیت میکنن و خیلی تونستن از همین راه هم زبان آموز جذب کنن و خیلی هم موفق پیش برن. حالا اگه بخوایم دقیق تر به این مسئله نگاه کنیم، اولیش اینه که شما باید صد خودتون رو بذارین. حالا چه برای یک زبان آموز، چه برای 10 تا زبان آموز، چه برای 50 تا زبان آموز، چه برای 100 تا زبان آموز. یعنی حتی اگر شما یک دونه زبان آموز هم دارین، you know that fake it until make it. یک جوری باید توی اون پوز قرار بگیرین، توی پوز تدریس قرار بگیرین که انگاری شما صدها زبان آموز دارین، شما بسیار فوق‌العاده هستین و انقدر با اعتماد به نفس باید ظاهر بشین که اصلا کسی متوجه نشه که شما در واقع داری دنبال زبان آموز میگردی. شما اینو نباید نشون بدین که من دنبال زبان آموزم، این زبان آموزه که باید دنبال شما باشه. و مرحله بعد اینه که خلاق باشی. من یه سری مدرسین رو یعنی دیدم توی این روند کاری که تا حالا داشتم. من 5 ساله که دارم تدریس میکنم. شروع مسیر تدریس هم این بود که توی یک مدرسه‌ای شیفت بعد از ظهرش همه شروع کرده بودن و اونجا حالا یه سری از کسایی که میشناختم یعنی شروع فعالیتشون از اون مدرسه بود. شیفت بعد از ظهرش حالت یک آموزشگاه طوری بود و من اونجا 3 ترم به عنوان مدرس آزمایشی براشون کار کردم و هیچ پیمنتی دریافت نکردم. اما مسیری که طی کردم به این دلیل بود که من توی یک مؤسسه دیگری با یک استاد خیلی حرفه‌ای داشتم کلاس TTC میگذروندم و میخواستم خودم رو به ایشون نشون بدم. توی اون دوره تدریسی که داشتم توی مدرسه، من با اون خلاقیت هایی که سر کلاس داشتم و اون فعالیت هایی که سر کلاس انجام میدادم شروع میکردم. از همون موقع رکورد میکردم با اینکه پیجم پرایوت بود، اما خب استادی که باشون داشتم دوره رو میگذروندم پیج منو داشتن و من استوری میکردم، سعی میکردم که خودمو بهشون نشون بدم و بعد توی مؤسسه‌شون مشغول شدم. چند سالی باشون کار کردم و بعد کارمو به صورت جدی و خصوصی شروع کردم. اولین زبان آموزی که به صورت خصوصی من گرفتم، این جرقه تو ذهنم خورد که خب خودت هم میتونی بر خودت کار کنی. توی همون پیج خصوصیم شروع کردم استوری گذاشتن، یک سری شهریه گذاشتم خیلی قیمت مناسب. گفتم که حالا مثلا برای این سطح اینطوری و اینطوری و اینطوری و همون فضای کوچیک سعی کردم که خودم رو پرزنت کنم و شو کنم و نشون بدم که من دارم این کار رو به صورت فردی انجام میدم. چنانچه تمایل دارید که باشید، من هستم. و از بین همون دوستام توی همون ماه اول 5 شاگرد گرفتم و اینجا یعنی اتاقم اولین کلاسی بود که من داشتم
و دوستام، حالا آشناها و حالا کسایی که به من نزدیک بودن تشریف می آوردن اینجا و با هم کلاس داشتیم. حتی من به قدری توی همون پیج در واقع داشتم تلاش خودم کردم، بعد همون پیج رو وا کردم و همین الان پیجیه که دارمش شروع کردم و انقدر حرفه‌ای رفتار میکردم که یادم اون تایم یک خانومی از سمت تجریش اونجا زندگی میکردن، در واقع با اسنپ خودش رو رسوند و اومد کلاس که حدوداً 1.5 ساعت مسیر بود تا برسه به منزل ما و اومد اینجا. ما کلاس رو برگزار کردیم. بعد حالا بهش پیشنهاد دادم که چون راه دور و اذیت میشی هر دفعه بخوای بیای و بری و اینا، بعد با هم کلاس آنلاین رو شروع کردیم و تنها مسئله اینه که شما بتونی خودتو پرزنت کنی، حتی توی فضای کوچیکی که در واقع توی دست داری و فقط سعی کنی که شروع کنی. اصلا مهم نیست. من الان اومدم اولین ویدیو یوتیوبمو بگیرم، میکروفونی که دارم باش ویدیو ضبط میکنم شارژ نداشت و اومدم فقط شروع کنم. این ویدیو شروع کاره و در آینده مطمئنم، چون باور این رو دارم که قراره توی این پروگرام هم دیده بشم و به هر حال لایق این باشم که حالا سابسکرایبرام بیشتر بشه، ویو هام توی یوتیوب بیشتر بشه و به یک درآمدی از اینجا برسم. میدونم چون باور قلبیمه قطعا اتفاق میفته. خودتون رو باور داشته باشین، اعتماد به نفس داشته باشین، شروع کنین توی یک فضایی خودتون رو شو کنین، خودتون رو تبلیغ کنین و بدونین که همین قدم های کوچیک باعث میشه که در واقع شما چقدر دیده بشین. پس اعتماد به نفس، عزت نفس و تلاش کنیم برای بهتر بودن. اینطوری نیستش که ما بگیم اوکی یکی TTC رو گرفت و تموم شد و گذاشت کنار. شما توی مسیری که دارین طی می‌کنین، هر جایی که هستین، هر جایگاهی که هستین، حتی اگر استاد دانشگاه هم باشین، بازم مسیر پیشرفت براتون بازه و میتونین مطالعاتتون رو بیشتر کنین، بیشتر درس بخونین، سطح خودتون رو ارتقا بدین و خودتون بیشتر شبیه یک نیتیو سپیکر کنید. و اینکه یک پیج، حالا یک کانال، یک فضایی برای شو کردن خودتون داشته باشین و دست نکشین. من 2 ساله که دارم روی پیج اینستاگرامم کار میکنم، تازه فالوورام داره به 5000 تا میرسه، اما حتی اگر این 5000 تا 1000 تا هم بود و فقط این فالوورای هدف منو فالو داشتن، من همچنانم همین زبان آموزهامو داشتم. چون که وقتی شما فعالیتتون به یک سمتیه، کسایی که شما رو از اکسپلور فالو میکنن، تمام پیج من کسایی هستن که از اکسپلور، از ریلز های مختلف پیج منو فالو کردن. کسی که میاد پیج آموزشی خیلی دیر میاد بالا، ولی کسی که میاد پیج آموزشی رو فالو میکنه یعنی واقعا میخواد یاد بگیره. کسی که از تو ریلزی که شما گذاشتی و داری تدریس میکنی و داری خودتو پرزنت میکنی میاد و شما رو فالو میکنه، این یعنی که شما نظرش رو جلب کردی. پس رازش فقط استمراره. من 2 ساله که دارم مدام ویدیو میذارم. 1 سال اول اصلا ویدیوم وایرال نمیشد. و بچه‌ها اگر میخواین ویدیو تو سبک اینستاگرام درست کنین، اون فیلدی که میخواین توش کار کنین رو برین هشتگ بزنین، سرچ کنین و داشته باشینش و سرچ کنین و یک سری در واقع ریلز میاد. ریلز هایی که بالای 500,000 تا ویو گرفته توی فیلد شما، قابلیت اینو داره که شما ازش الهام بگیری، منبع الهام باشه و شما درستش کنین. و شما هر چقدر اون ویدیو رو حتی اگه بد هم اجرا کنین، حداقل یک ویو خیلی خوبی رو همون ابتدا کسب میکنین. پس تنها راز و رمزی که داره زبان آموز کشف کردن، زبان آموز جذب کردن و اینکه بتونین خودتون برای خودتون کار کنین، این هستش که شما از هیچ چیزی نترسین و یک مدت پول براتون مهم نباشه. واقعا دارم جدی میگم. من الان 1 سال تموم که یک
دفتری اجاره کردم و اونجا زبان آموزا می اومدن میرفتن و خودتون میدونین به خاطر مشکلاتی که پیش اومد طی در واقع اون 12 روز لعنتی که تجربه کردیم، خب خیلی ها کلا تمامی مؤسسات خیلی ریزش داشتن و خب این فشار وقتی شما جایی رو اجاره میکنین تحت هر شرایطی، تعطیلات بچه ها باشه هر چی باشه، شما به هر حال باید پرداختیتون رو انجام بدین و من دیگه واقعا داشتم ناامید میشدم تا اینکه چند تا پست آخرم فوق‌العاده ترکوند و خیلی خوشحالم که همچنان با اینکه ناامید بودم ادامه دادم و کلی زبان آموز جدید جذب کردم و با خیلیاتون آشنا شدم. همین در واقع شماهایی که از من سوال پرسیدین، فکر می‌کنم 30 تا 40 تا دایرکت داشتم که حتما بهمون بگو که چی کار کنیم یا ابتدای کارمونه. بچه‌ها توی آموزشگاه کار کردن درسته که برای شما پیمنتی نداره، اما خیلی برای شما تجربه داره و اگر شما این تجربه رو کسب نکنی قراره کجا پیداشون کنی؟ پس از توی آموزشگاه کار کردن نترسین، از رها کردن شغل قبلیتون نترسید، اما باید تلاش کنین. اگر میتونین دوتاشو با هم هندل کنین. اوکی؟ و اینکه من توی یک مؤسسه دیگه‌ای هم سوپروایزر بودم، اما چون که دوست داشتم کار فیلد تدریسم رو به صورت حرفه‌ای ادامه بدم و هیچ وقت رهاش نکنم و کار خودم رو در واقع گسترش بدم، دیگه باشون کار نکردم، اومدم بیرون و سعی کردم که بیشتر روی خودم تمرکز کنم. امیدوارم که این ویدیو براتون الهام بخش بوده باشه و انگیزه بخش بوده باشه. هر سوالی هم دارین توی کامنت ها بپرسین ازم یا مجدد بهم دایرکت بدین، حتما کمکتون میکنم و بدونین که این مسیر عجیب غریبی نیست. من هم آدم موفقی نیستم و یه مسیر خیلی طولانی داریم که همه با همدیگه و همراه همدیگه میتونیم طی کنیم. دوستتون دارم. لطفاً کانال یوتیوبم رو سابسکرایب کنین و just this. بای بای.